ملاقات صاحبکاران اعضایان پالات سودا و صنعت ولایت سوخت با هیئت نمایندگان جمهوری قرقیزستان با راهبری دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز رشد صادرات و پیشبرد آن قرقیز اکسپرت نزد وزارت اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان در تالار کنفرانسی مهمانخانه سوقدیان شهر خوجند در فضای صحبت صمیمی آغاز و ادامه یافت. در این واخوری صاحبکاران دو کشوری به هم دوست و همسایه معاون رئیس ولایت نیز شرکت ورزیده به مهمانان عاید به امکانات و اقتدارهای استحصالی و صادراتی ولایت سوخت معلومات مفصل داده. سپس صاحبکاران قرقیز توسط ویدیورولک آماده گردیده و معلومات علاوه‌ای پیشنهاد شده با روند رشد اقتصاد و استحصال مال و محصولات در ولایت سوخت شناسایی بیشتر پیدا کردند. همزمان صاحبکاران قرقیزستانی نیز با نمایش دادن ویدیورولک و پیشنهاد معلومات علاوه‌ای صاحبکاران ولایت را با روند رشد اقتصاد و امکانات و اقتدارهای استحصالی و صادراتی قرقیزستان شناس نمودند. در اینجا زیاده از 40 نفر صاحبکاران ولایت با شریکان خود از جمهوری قرقیزستان گفتگوهای دو جانبه دایر نمودند که در نتیجه در نظر است که شرطنامه‌های دو جانبه همکاری به امضا رسانده شود و صادرات مال و محصولات از دو منطقه‌های جمهوری‌های هم قرقیزستان و هم تاجیکستان به راه مانده شود و در این ملاقات از جانب صاحبکاران جمهوری قرقیزستان اساساً در ساحه کارکرد شیر، کارکرد گوشت، بسته‌بندی محصولات کشاورزی پیشنهاد گردیدند که از جانب صاحبکاران ما خیلی خوب پذیرفته شد که این در آینده برای مبادله و به راه ماندن همکاری‌ها یک تکان جدی می‌دهد و برای بلند نمودن اقتدار صادراتی ولایت سوخت تکان جدی خود را می‌دهد. از ضمن قید گردید که توسط سیاست خردمندانه سران دو دولت‌های به هم دوست و همسایه تاجیکستان و قرقیزستان امروز برای همکاری‌های متقابلا سودمند صاحبکاران نیز شرایط مساعد فراهم آمده برای استفاده اقتدارهای صادراتی راه وسیع گشوده شد. صاحبکاران از ضمن صحبت صمیمی اظهار داشتند که برای به بازار جهانی برآوردن مال و محصولات و مستحکم نمودن موقع خویش در این سمت همکاری‌ها و داد و گرفت طرفین مهم ارزیابی می‌گردد. Сегодня мы провели очень продуктивные и очень эффективные переговоры, сделали презентации. И мы сейчас как раз-таки деловые круги двух стран проводят переговоры в части именно поставок продукции, сотрудничества, запуск новых проектов. Данная торговая миссия проходит с 19 по 23 мая. Включает в себя посещение Сагдийской области, Сахатлонской области, города Душанбе, где будут проводиться подобные деловые переговоры между экспортерами из Кыргызстана, партнерами из Кыргызской республики. Поэтому мы считаем, что данные первые начинания именно по возобновлению двустороннего сотрудничества очень важны. سپس در صحبت روبروی صاحبکاران دو کشور عاید به همکاری‌های من بعد گفتگوزار به عمل آورده شده هر یک عاید به استحصال مال و محصولات مرا ظاهر نمودش معلومات و پیشنهاد مفصل گرفت. ماه اپریل در حدود کارخانه فابریکه برآوردن قوطی‌های پلاستیکی را آغاز کرد که برای همین از قرقیزستان ما اکنون خریداری میکنیم سریا برای قوطی‌های پلاستیکی چون که در قرقیزستان این چیز هم ارزان هم دسترس می باشد. باید تذکر داد که تشریف صاحبکاران جمهوری قرقیزستان برابر بازگو و نتیجه سیاست صلح آفرین سران دو دولت‌های به هم دوست و همسایه تاجیکستان و قرقیزستان بودنش منبع برای همکاری‌های متقابلا سودمند دو کشور و صادرات و واردات بیش از پیش مال و محصولات مساعدت خواهد کرد.